سلامی دوباره خدمت دوستان عزیز. تایم گذاشتم برای موتور سیوان 200 به خاطر طولانی نشدن ویدیو. دیگه این قسمت هایی که باز میکنم نمیذارم. باز کردن صندل و باک و 2 تا درب بغل. مابعگی رو دوباره ادامه میدیم. پس از باز کردن باکوزین دست موتور رو باز میکنیم که درب موتور راحت باز بشه. پس از اینکه دست موتور رو باز کردیم، یه دونه اینجا زنجیر تیرکن داریم با آچار آلم باز میشه. 2 تا پیچ، اینا رو باز میکنیم. بعد میریم سراغ درب موتور. برای باز کردن درب روی موتور هم نیازی نیست این پیچ ها رو دیگه باز کنین. همین 4 تا از این ور 4 تا از اون ور کافیه. بعد میریم سراغ شم موتور که ببینیم تایممون درست باشه، پیستون در حالت احتراق باشه. بعد شمو که در آوردیم به پیستون نگاه میکنیم. الان پایینه. اینو از اون طرف از سمت برگ آهنربای برگ میاریم به کله. برای باز کردن درب آهنربا دیگه نیازی نیست کل آهنربا رو باز کنی. یه دونه این مهره، یه دونه همین پایینیه. این دوتا رو که باز کنید معلوم میشه تایم کجاست. این دوتا دربشو که باز کردیم میریم سراغ خود آهنربا. اونم با بوکس 14 میپوچونیم تا اینجا تایمش بیاد سر جاش. یه دونه اینجا خط است، مشاهده میکنین. این باید با این خط هر دوتا توی راستا باشن. بعد که برمیگردیم از این ور نگاه، پیستون کله است. از پایین الان تو حالت تایمه، میمونه از بالا. کله رو برمیداریم، درپوشو بعد مابعگی فیلم میذاریم. درپوشو بلند کردین، آروم بلند کنین که زنجیر از قسمت دنده دیگه نره پایین. الان مشاهده میکنین این موتور اصلا در حالت تایم نیست. این دوتا خط رو که میبینین اینا باید در راستای هم باشن. الان تایمش درست نیست. بعد از اینکه درپشو برداشتیم، اینو دنده رو یه خورده که کج کنیم. فقط مواظب زنجیر باشین که نیفته پایین. زنجیر رو یه خورده جدا کنین، تایم رو بیارین سر جاش به آرومی. دوباره زنجیر رو بندازین سر جاش. الان وقتی این موتور روشن بشه تایمش الان درسته. هر دوتا توی موازی هستن. درپوش رو از اون ور که میذاریم مواظب باشین که این زنجیر رو دنده رد نشن. ماهک کارم بدیم بالا که راحت همینطور چف بشه سر جاش. پس از اینکه دربشو بستیم شمو وصل میکنیم
زنجیر تیرکن رو صفر میکنیم. از این ور که زنجیر تیرکن رو شل کرده بودیم اونو صفر میکنیم. بعد در فشار رو میبندیم، استارت میزنیم. اگه تایمش درست بود، موتور درست روشن شد، با بقیه وسایل رو میبندیم. اگه تایمش درست نبود، به پیلرش و ایناش هم نگاه میکنیم. دوباره در فشار هم وصل میکنیم، مختصر ببندیم که آخر کار دوباره اگه نیاز شد که باز کنین دیگه به زحمت زیاد نیفتیم، فقط به خاطر اینکه روغن بیرون نریزه. اگه تایم موتور درست باشه به این خوبی گاز خوردش عالیه. وقتی به این خوبی گاز خورد، ما بقیه وسایل باک و زین و دست موتور رو همه رو وصل میکنیم و کار تمومه. اینم پایان کار تموم شد. بستیم همه چی رو سر جاش و سلام.